بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با برنامه لحظه های آسمانی در این لحظات آخرین یکی از روزهای ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان هستیم. البته مفتخرم که جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی صائمین ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، ماه مبارک رمضان خیلی با سرعت داره میره و سپری میشه و تقریبا نصف این ماه مبارک رمضان را داریم تمام میکنیم. نصف دیگه میمانه که نصف پایانی همیشه خیلی سریعتر و زودتر میگذره. از این فرصت ها و از این فرصت های طلایی باید استفاده وافر بکنیم. از هر لحظه ماه مبارک رمضان، از شبهای رمضان، از روزهای رمضان، از انجام دادن کارهای نیک در ماه مبارک رمضان باید استفاده خوبی بکنیم، چون خدا میداند که تا رمضان بعد ما باقی هستیم یا خیر. پس این رمضان را که الله متعال برای ما و شما عنایت نموده است و فرصت برای ما داده است، برگردیم به سوی او تا به او نزدیک شویم و راه رسیدن به بهشت را از خلال طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان آسانتر بگردانیم. موضوع این قسمت برنامه لحظه های آسمانی عباد الرحمن در قرآن هست. بدون شک هر یک از ما و شما در ماه مبارک رمضان تلاش میکنیم که خود را بنده خاص الله متعال بگردانیم، از بندگان خاص الله متعال خود را بسازیم. بندگان خاص الله کیها هستند؟ دارای چه اوصافی هستند؟ چه صفات دارند؟ چه جایگاهی دارند در دنیا و چه جایگاهی دارند در آخرت؟ آیا ما هم جز بندگان خاص الله هستیم یا چطور خود را در زمره عباد الرحمن، در زمره بندگان خاص الله متعال قرار دهیم و بگردانیم؟ روی این محاور انشاءالله صحبت خواهیم کرد. جناب مولانا میشه برای ما مختصرا بگوین که عباد الرحمن که ها هستند؟ بندگان خاص الله متعال، بندگان ویژی الله متعال که ها هستند؟ در قرآن کریم که ها را الله متعال بندگان خاص خود خوانده است. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. ارتباط به این که عباد الرحمن یا بندگان خاص الله سبحانه و تعالی کیا هستند، وقتی مشخصاً بگوییم که اینها چی کسانی هستند، در قدم اول انبیاء علیهم الصلاة والسلام واضح و مشخص هست که اینها بندگان خاص الله هستند و بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی بودند. و بعد از انبیاء علیهم الصلاة والسلام اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و موحدینی که از دنیا گذشتند. خصوصا اصحاب وقت اشاره میکنیم چون الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی از قرآن در وصف
صحابه و تایید صحابه بیان میکنه. وقتی الله سبحانه و تعالی این قشر تایید کرد معلوم میشه که بندگان الله سبحانه و تعالی بندگان خاص الله سبحانه و تعالی هستن. اما به این که ما آیا و یا اشخاص دیگری جز عباد الرحمن و بندگان خاص الله سبحانه و تعالی هستیم یا نیستیم، امیدواریم که باشیم. درست. ما باید خود را به صفات عباد الرحمن و به صفات بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی خود را آماده بسازیم، عیار بسازیم. یعنی او صفتها سرمشق زندگی خود قرار بدیم. طبعا میشیم جزء عباد الرحمن و هر انسانی که صفات عباد الرحمن و صفات بندگان خاص الله سبحانه و تعالی در وجود اونها، در کردار اونها او صفات بیایه و موصوف به او صفات بشن، طبعا میشن جزء عباد الرحمن. قرآن این صفاتی که در بنده های باشه اونها بندگان خاص الله متعال میشن، چه صفاتی هست؟ در قرآن صفتهای زیادی ارتباط به عباد الرحمن بیان شده. وقتی نگاه میکنیم بندگان خاص الله سبحانه و تعالی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن و یؤمنون بالآخره، ایمان به آخرت دارن. در سوره انفال وقتی نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. در این آیه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که مؤمنین واقعی، وقتی مؤمنین واقعی گفته میشه منظور و مراد همان بندگان خاص الله سبحانه و تعالی هست. کسانی هستند که وقتی نام خدا و یاد خدا رو میشنون وجلت قلوبهم، قلبهای اونها به تپش میفته، یعنی از محبت و فرط و شوق و ذوقی که برای اونها دست داده میشه و از خشیتی که در دل پیدا میشه. و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات زادتهم ایمانا، وقتی قرآن رو تلاوت میکنن ایمان اینا قوی میشه و افزوده میشه و زیاد میشه. زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، بر پروردگار توکل دارن. یقیمون الصلاة، نماز برپا میدارن، یؤتون الزکات، زکات میدن، انفاق میکنن. در ادامه آیه میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنین واقعی و حقیقی هستند. اما چون عنوان برنامه ما و شما تحت عنوان عباد الرحمن هست، الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان در آیات پی در پی الله سبحانه و تعالی از آیه 63 سوره فرقان به صراحت کامل بیان میکنه صفات عباد الرحمن و اوصاف عباد الرحمن و اینها. درست. که من میخوام آیات قرآن مختصرا یک اشاره کنم و پیرامون این صفات حرف بزنیم و صحبت بکنیم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما هم همین صفات سرمشق زندگی خود قرار بدیم تا ای که بشیم جزء عباد الرحمن. الله سبحانه و تعالی میفرمایه و عباد الرحمن، عباد الرحمن. شما ببینیم خود این جمله چقدر زیبایی داره. بندگان رحمان، کسانی که محبوبان الله سبحانه و تعالی هستند. مسئله عبد و مسئله خود بنده بودن اینقدر مهم هست، اینقدر مهم هست که الله سبحانه و تعالی وقتی که حبیب خود را رسول صلی الله علیه و سلم را از مسجد الحرام میبره مسجد الاقصی و از مسجد الاقصی طرف آسمان ها و اینها و جریان سفر معراج در بدایت الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه در سوره اسراء میفرماید سبحان الذي اسرى بعبده. مهم اینه که نمیگه که ما رسول خود را، نمیگه که نبی خود را، نمیگه حبیب خود را و بالاخره در اوصافی که رسول صلی الله علیه و سلم داشتن و در قرآن بیان شده رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم و اینها. ولی میفرماید سبحان الذي اسرى بعبده. پس بزرگترین مدال برای یک انسان اینه که الله سبحانه و تعالی او بندگی بپذیره. مهم اینه. و در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه و عباد الرحمن، عباد الرحمن، بندگان رحمان.
رحمان هم میفهمیم که صفت مبالغه هست و چنان رحمتی داره که بیپایان هست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اولین صفت عباد الرحمن بحث تواضع هست، فروتنی هست. کسانی هستند که در روی زمین با سکون و وقار و با آرامش اونها گام برمیدارن. یعنی کبر جز صفات عباد الرحمن نیست، غرور نیست، خودخواهی نیست. در این راستا الله سبحانه تعالی در آیات دیگه میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین خرامان راه نروید. ولا تمشی فی الارض مرحا. پس از این آیه که در بدایت شروع میشه، صفت عباد الرحمن اینه که متواضع هستن، تواضع دارن، فروتنی دارن، عجز و عاجزی دارن، هم به پیشگاه الله سبحانه و تعالی هم به پیشگاه بندگان الله سبحانه و تعالی. یعنی کسانی هستند که در روی زمین بسیار با تواضع راه میرن، حرف میزنن، با تواضع حرف میزنن، سخن گفتن اینا، حرف زدن اینا و بالاخره راه رفتن اینا، تمام اعمال اینا او تواضعی دارن که تواضع للهی است، خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. نکته دیگر و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این صفت دارن عباد الرحمن که از مجالست که در آنجا جهل باشه یا از مجالست جاهلین دوری میکنن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی برابر میشن به همراه یک انسانی که نمیفهمه، نمیدانه، دیگه همراه از او بحث ندارن، مجادله ندارن، همراه از او شروع به تضاد و بالاخره به سرکشی و اینها نخیر. میدانن جاهل هست، انسان نادان هست، نمیفهمه، نمیدانه، فکرش کار نمیکنه، عقلش کار نمیکنه. خب درگیر نمیشن. چی میگن؟ و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی دیدن که یک مجلس، این مجلس یا این مجالست و یا این شخصیه که قابل این را نداره که با او انسان بیاید درگیری کنه و یا درگیر بشه، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلامت از کنار از او عبور میکنن. یعنی این صفت دارن که دوری از مجالس با جاهلان، نشستن با جاهل که بفهمن نتیجه نداره، حرف زدن نتیجه نمیده، گفتگو نتیجه نمیده، مسائل دین به او مطرح کردن نتیجه نمیده. صفات عباد الرحمن اینه که جنگ نمیکنن، دعوا نمیکنن، با او بالاخره به مخاصمه نمیپردازن. قالوا سلاما، به سلامت از کنار از او عبور میکنن و تیر میشن. اگرچه این هر صفت جناب استاد بزرگوار، هر صفت نیاز به برنامه، ولی چون عباد الرحمن هست صریح میگذاریم. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. کسانی که شب زنده‌داری میکنن، در سجده و در قیامن. و نکته اینجاست که لربهم، برای پروردگار خیش، نه به خاطر ریا، نه به خاطر عجب، نه به خاطر سمعه، نه به خاطر این و اون، فقط لربهم، به خاطر الله سبحانه و تعالی. این صفت از جمله صفات عباد الرحمن است که چه خوبه که در اینجا اشاره کنم که واقعا در ماه مبارک رمضان خیلی از انسان ها، حتی خیلی چی من میتونم بگم که نزدیک به کل همه مسلمان ها این صفت شامل حال اینا میشه، چون یقینا که هر انسان مسلمان در این شبهای رمضان قیام داره، حالا چی اقل و چی اکثر، چی کم و چی زیاد. پس واقعا این بزرگترین نعمتی هست که انسان در شب با پروردگار خیش راز و نیاز داشته باشه، سجده داشته باشه، قیام داشته باشه، خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. و رسول صلی الله علیه و سلم هم میفرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب زنده‌داری داشته باشه و قیام داشته باشه اصلا، و حتی قبلا اشاره کردیم که چی کم و چی زیاد، فقط قیام داشته باشه میشه جزء عباد الرحمن، و نتیجه هم این میشه که غفر له ما تقدم من ذنبه. پس این صفت سوم از صفات عباد الرحمن، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما.
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. سبحان الله. صفت دیگر از جمله صفات عباد الرحمن اینه که خوف الهی در دل دارن. در کنار این که در ابتدای اشاره کردیم که اینا که عباد الرحمن تواضع دارن، شب زنده داری دارن، قیام دارن، سجده دارن، در کنار همه عبادت و قیام و طاعت و اینها باز هم وقتی که سر به سجده ین، وقتی که دست به دعا بلند میکنن چی میگن؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. خدایا دیگه روی ما را بگردان، ما را از طرف جهنم بگردان، یعنی رو به طرف جنت سوق بدی. این عذاب کان غراما، و عذابی که سخت است، عذابی که آماده هست، عذابی که الله سبحانه و تعالی او ترتیب داده برای انسانهای بدبخت و شقی. عباد الرحمن بازم خوف در دل دارن که مبادا روی ما طرف جهنم باشه، مسیر ما جهنم باشه، راه ما نعوذ بالله ثم نعوذ بالله به طرف به سوی جهنم باشه. پس دعا میکنن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. این نهایت خشیت الهی که در دل عباد الرحمن هست نشان میده. صفت دیگر از صفات عباد الرحمن اینه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما. الله اکبر. صفتیه که عباد الرحمن از اسراف بدورن. اذا انفقوا، وقتی انفاق میکنن، مصرف میکنن، اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نمیکنن، جز مسرفین نیان. ولم یقتروا و بخل هم نمیورزن، خود را منع نمیکنن، یعنی نه افراط دارن نه تفرید. و کان بین ذلك قواما، اینها در قوام قرار دارن، یعنی در اعتدال به میان روی. و کذالک جعلناکم امة وسطا. پس بناهن چی خوبه که در این لحظه باز هم به این نکته اشاره کنیم که عباد الرحمن، وقتی که میگیم عباد الرحمن، ما میخوایم جز عباد الرحمن باشیم، نه چنان اسراف داشته باشیم که جز مسرفین باشیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. شما بخورید و بنوشید، اسراف نکنید، الله اسرافکاران رو دوست نداره. و نه اینکه انسان بخل بورزه که باز هیچ انفاق نداشته باشه، چنان دست گرفتی داشته باشه که هیچ اسراف نکنه، نه خیر. و کان بین ذلك قواما، اعتدال باید رعایت بشه در تمام عرصه. و خصوصا به این نکته که باید در رمضان بعضی انسان ها رو میبینیم که در ماه مبارک رمضان ماهیه که ما باید از حال فقرا واقف بشیم، از حال بینوایان واقف بشیم، از حال مستضعفین واقف بشیم. چنان اکل و شرب در رمضان بعضی انسان ها به راه میندازن که اصلا در 11 ماه شاید هم مقدار اکل و شرب نباشه. وقت افطار رقم غذاها بخور و وقت سحر رقم غذاها، بالاخره حالت اسراف و حالت اینها. شاید همسایه فقیر باشه، بالاخره هم جوار ما نان نداشته باشه. پس اینه که ولم یسرفوا، عباد الرحمن اسراف نمیکنن، ولم یقتروا و بخلم نمیکنن، منعم نمیکنن. چگونه؟ خود را و کسان دیگری. بعضی انسان ها هم در ماه مبارک رمضان چنان دست خود را میگیرن که هیچ انفاق ندارن برای دیگران یا برای خود. حتی چنان فشار میارن که سر وقت افطار هم چیزی نمیخورن، وقت سحر هم نمیخورن و احساس میکنن که روزه همین هست که ما شب و روز روزه داشته باشیم. پس بناهن و کان بین ذلك قواما، باید که در تمام امور اعتدال رعایت بشه و حالت متوسطیت و نه افراط و نه تفرید. صفات دیگر از صفات عباد الرحمن والذین لا يدعون مع الله اله آخر. الله اکبر. این صفات دارن که غیر از الله سبحانه و تعالی دیگه هیچ کسی را فریاد نمیزنن. عباد الرحمن، بندگان الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی چنان بندگانی داره که والذین لا يدعون مع الله اله آخر، یعنی در عباداتشان شرک نیست،
در عباداتشان ریا نیست، چون شرک اکبر همونه که انسان بره مستقیم از کسی استعانت بجویه، مستقیم کمک بجویه، مستقیم بالاخره از بت و از قبر و از درخت و از سنگ و از اینها بالاخره پای اونها گریه و ناله داشته باشه. اما مسئله شرک خفی، شرکیه که یا شرک اصغر یا شرک خفی، مسئله ریا، عبادت خاص به خاطر الله. قبلا اشاره کردیم والذین یبیتون لربهم، در اینجا میفرماید والذین لا یدعون مع الله. مشرکین نبود که الله سبحانه و تعالی رو ترک کرده باشن، مشرکین نمی بود که به کنار الله دیگران را عبادت میکردن. اینجا الله سبحانه و تعالی والذین لا یدعون مع الله، همراه خدا کسی شریک نمیگردانند، همراه خدا کسی به صفات او شریک نمیسازن، فریاد نمیزنن. در این راستا مشرکین هم وقتی که از اونها پرسان میشه که شما چرا لات و عزا و منات و هبل و اینها رو چرا پرستش میکنید، اینا سنگه، اینها توان نداره، نه نفع میرسانه نه ضرر میرسانه، میگفتن ما نعبدهم، ما اینا رو عبادت نمیکنیم الا لیقربونا الی الله زلفا، تا اینکه اینها به پیشگاه خدا برای ما یک وسیله بشه. پس بناهن الله سبحانه و تعالی در این آیه به صراحت کامل عباد الرحمن چه کسانی هستند که والذین لا یدعون مع الله الها آخر، اله دیگری ندارن غیر از الله سبحانه و تعالی. وقتی میگیم لا اله الا الله، نیست معبود به حق غیر از الله سبحانه و تعالی. پس از جمله صفات عباد الرحمن از شرک، چه شرک جلی باشه، چه شرک خفی باشه، چه اکبر باشه، چه اصغر باشه، از همه کاملا بیزارن و دوری میجوین. چون عباد الرحمن قبلا اشاره کردیم انبیا علیهم السلام عباد الرحمن بودن و پیروان انبیا که عباد الرحمن هستند. ابراهیم علیه السلام، هم ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. ابراهیم علیه السلام میگفت که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له، میگفت که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. و همچنین از جمله صفات عباد الرحمن ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. عباد الرحمن قتل نمی کنن، عباد الرحمن نفس را نمی کشن، عباد الرحمن خلاصه دستنا به خون یک مظلوم و مسلمان آلوده نیست الا بالحق، مگر اینکه اگر بکشن هم و مسئله حق که مفسرین میفرمایند بحث قصاص هست، بحث حدود هست، بحثی که به حکم الله سبحانه و تعالی که اجازه داده. ولا یزنون، قبل از اینکه ولا یزنون اشاره کنم، باز هم پیرامون ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق یک اشاره دیگه هم میکنم که چون همه ما دوست داریم جزء عباد الرحمن بشیم. بله. شاید کسانی که امروز همین انفجارها و همین قتلها و این قتلهای دستجمی و مردم و مظلوم و مسلمان و مستضعف و بیچاره و اینها همه به خاک خون میکشن، شاید پیش خود بگن که ما جزء عباد الرحمنیم، جزء عباد الرحمنیم. الله سبحانه و تعالی میگه الا بالحق. حق یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواه رو به طرف جهاد حرکت بکنه، اول باید حق را بشناسه، حق را بفهمه، حقوق را بفهمه. حق الله چیه؟ حقوق بندگان چیه؟ پس در این راستا خیلی مهمه که ما وقتی که میگیم ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، شاید هم بگم ما به حق میکشم، ما به حق میزنم، ما به حق انفجار میدم. خب حق راه شناختی؟ شناختن حق از جمله فرضه، واجبه. یکی از صفتهای پروردگار عالم حقه، نامهای پروردگار عالم حقه. پس به اینه که راه الله سبحانه و تعالی، طریق الله سبحانه و تعالی، منهج الله سبحانه و تعالی، همه اینها، پس قرآن کتاب حقه، این را باید کامل بخوانی، بفهمی و بدانی و بعد میشی جزء اشخاصی که عباد الرحمن هست. ولا یزنون، عباد الرحمن انسانهایی هستند که اونها زنا نمی کنن، یعنی فساد نمی کنن، کار بد اخلاقی ندارن. مسئله زنا الله سبحانه و تعالی از شدت
عذابی که به انسانهای زانی آماده ساخته در قرآن حتی اشاره میکنه ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشیم، یعنی به مقدمات زنا. یک شیء که خطر باشه که انسان ها نباید به اون نزدیک بشن، اطراف از اون عموما سیمخوار گرفته میشه. چرا این محوط انحصار یا بالاخره سیمخوار گرفته شده و دیوار شده؟ به خاطر اینکه خطر هست. 10 متر اوستر یک چیزی که خطر هست. الله سبحانه و تعالی نمیگه که زنا نکنید، بلکه میگه به مقدمات زنا نزدیک نشوید. ولا تقربوا الزنا، این ولا تقربوا الزنا همون سیمخوار هست. اصل خطر زنا هست، یعنی مقدمات. عباد الرحمن کسانی هستند که زنا نمی کنن، عباد الرحمن کسانی هستند که به مقدمات زنا هم نزدیک نمیشن، عباد الرحمن کسانی هستند که از کارهای زشت و کارهای بد اخلاقی و کارهای که اونها منافی عزت و عفت هست اونها دوری می جوین و انجام نمیدن. و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. کسی که اگر این کارهای زشت را انجام بده، یعنی شرک و یعنی قتل و زنا و اینها، یلقى اثاما، خود از او به دامن بدبختی و گرفتاری و بالاخره به عذاب و اینها گرفتار میشه. یضاعف له العذاب، چندین برابر میشه عذاب بری از او. الله سبحانه و تعالی هم صفات عباد الرحمن رو به ما معرفی میکنه، هم میگه متوجه باشیم که از خط و مشی عباد الرحمن اگر جدا شدیم، راه شما دیگه باز راهیه که و من یفعل ذلك یلقى اثاما، او دیگه خود از او به منجلاب میفته، به بدبختی میفته، خود از او به عذاب گرفتار میشه. الا من تاب و آمنه، که ما باز هم فکر میکنم که عباد الرحمن صفات اینا زیاد هست، سریعتر میگذرم و انشاءالله بیان میکنم. والذین لا یدعون مع الله اشاره کردیم و بعدا میایه الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه والذین لا یشهدون الزور. ادامه بدم جناب استاد؟ بفرمایید نگایت دیگه. والذین لا یشهدون الزور والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. ارتباط به این صفت از صفات عباد الرحمن اینه که عباد الرحمن لا یشهدون الزور. ارتباط به زور مفسرین دو قول دارن. ابن کثیر بیان میکنه که منظور از زور مجالست و حضور در محفل و مجلسی که در اونجا گناه باشه، از شرک گرفته، درست، مجالسی گناه به شکل عموم، از شرک گرفته تا خرافات، تا بدعات، تا لهو، تا لعب، تا بالاخره موسیقی و رقص و پایکوبی و بالاخره اینها. نظر دیگر از مفسرین، قول دیگر اینه که آنها شهادت دروغ نمیدن علیه یک برادر مسلمان، خواهر مسلمان. میدانن، به یقین میفهمن که اگر من این حرف رو بزنم که این دروغ هست، این تهمت هست. حتی علیه یک کافر هم شهادت دروغ جایز نیست. این صفات عباد الرحمنه که اگر شهادت بدن به حقیقت شهادت میدن، نمیآین به دروغ شهادت بدن که بله فلانی چنین بود و چنان بود. والذین لا یشهدون الزور. خب چه کار میکنن؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما. وقتی که اینها در یک جای برابر شدن که جای لغوه، جای لهوه، جای بیهودگی هست، جای بالاخره زیشتی هست، اینجا چه کار میکنن؟ در آیات دیگر بیان میشه که امر معروف دارن، نهی از منکر دارن، اما اگر وقتی دیدن که توان اینا نمیکشه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در اینجا چه کار میکنن؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما. از اینجا با مو اکرام و با اعزاز اکرام میگذرن و تیر میشن، یعنی خود اینا مجالست ندارن با لهو و با لعب و با اینها. جزاکم الله خیرا. فکر میکنم این صفت ها خیلی زیاد هست. اجازه بدیم بریم به سراغ یک نام برنامه. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میگیریم و برمیگردیم با صفات عباد الرحمن که در قرآن الله متعال برای ما معرفی کرده است. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي
القرآن حياتي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان پروردگار رحمان کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند و هنگامی که افراد نادان آنان را مورد خطاب قرار می دهند می گویند سلام بر شما. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. نام همدیگه رو خرد نکنیم، القاب بد و عناوین بد رو همدیگه نگذاریم، حتی با شوخی. بعضی از دوستا نسبت به دوست خودشون دقت نمی‌کنن. خیلی وقتا پیش میاد یه سری القابی رو ذکر میکنن عزیزان که اصلا انسان تعجب میکنه این کیه؟ بعد متوجه میشید که ممکن از یکی از دوستای خودت هم باشه، یکی از خویشاوندات باشه، ولی یک القاب و عناوین عجیب و غریب در مجالس دوستانه به همدیگه نسبت میدن. بعد تا بزرگ بنده خدا تا نمرده با همون لقب صداش میزنه. خب بنده خدا اسم داره، اسم زیبایی برش گذاشتن، یک سری القاب عجیب و غریب. در قدیم به گونه دیگه بود، امروزه هم به گونه دیگه. این کارو نکنید، ولو شوخیه، ولو با شوخی میگید، اما همین شوخی میمونه برش. لذا پروردگار میفرمایند ولا تنابزوا بالالقاب، همدیگه رو با القاب بد صدا نزنید و نسبت ندید به همدیگه. الحكمة ضالة المؤمن. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق. با برنامه لحظه های آسمانی در این شامگاه ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان هستیم. البته جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در مورد عباد الرحمن، بندگان خاص الله متعال که ها هستند و دارای چه صفاتی هستند، و بعضی از صفات ایشان از خلال آیه های مبارکه سوره فرقان اشاره کردند. جناب مولانا صفات دیگری هم باقی مانده است، سریعا بگذاریم. پیرامون صفات عباد الرحمن اگرچه همونطوری که قبلا اشاره کردیم که زیاد هست، ولی چون آیات سوره فرقان هست دو سه صفت دیگه هم اشاره میکنم. اگر سوال دیگری داشتیم در خدمتون. الله سبحانه و تعالی در این آیات صفات عباد الرحمن خاطری که در ذهن بینندگان ما بیشتر بمانه، الله سبحانه و تعالی در بدایت صفات رو بیان میکنه که عباد الرحمن متواضع هستند و دوم
دور از مجالس با جاهلان، یعنی از هم نشینی با جاهلان دوری میکنن. سوم قیام دارن در شب، سجده و قیام و اینها. و چهارم خوف الهی و خشیت الهی در دل دارن. پنجم از اسراف خود را باز می‌دارن، نه زیاد اسراف میکنن و نه بخل می‌ورزن، نه افراط و نه تفرید، بلکه اعتدال و میانه رو هستن. ششم در عبادات خود با الله سبحانه و تعالی شریک قائل نمیشن، یعنی از شرک جلی و خفی خود را باز می‌دارن. قتل ناحق نمیکنن، زنا نمیکنن، شهادت به دروغ نمیدن. تا این آیه مبارکه این اوصاف عباد الرحمن بیان شد. بعدن الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. از جمله صفات عباد الرحمن اینه که اذا ذکر به آیات ربهم، وقتی بری از اونا یاد آوری بشه از آیات پروردگار ایشان، لم یخروا علیها صما و عمیانا، چنین نیست که اینها خود را کر و گنگ یا کور قرار بدن، کر و کور قرار بدن. از این آیه مبارکه دانسته میشه که صفات عباد الرحمن اینه که وقتی کلام پروردگار میشنون متأثر میشن، خود را کور قرار نمیدن و کر قرار نمیدن. یعنی چی؟ یعنی میبینن کلام پروردگار و میشنون و میگن سمعنا و اطعنا. این صفات عباد الرحمن هست. همانطوری که در آیه سوره انفال اشاره کردیم که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمان اینا زیاد میشه و ایمان اینا افزوده میشه. پس از جمله صفات عباد الرحمن اینه که پس هر انسانی که میخواه که من نگاه کنم که جز عباد الرحمن هستم یا نیم، خب این صفات رو ببینه که در وجود هست یا نیست. ما امروز هواسنج داریم، هوا رو میسنجیم، گرم سرد چند درجهه. ما امروز خیلی چیزهایی که شاید 100 سال پیش نمیفهمیدیم که اینا سنجیده میشه، یعنی وزن میشه، یعنی امروز وزن میشه امروز. پس بناهن ما یک نگاهی در ایمان خود و در روح و روان خود و در زندگی خود شخصی خود داشته باشیم که آیا ما جز عباد الرحمن هستیم یا نیستیم. پس این صفت اگر در زندگی ما بود، مجردی که شنیدیم قال الله و قال الرسول، باید بگیم سمعنا و اطعنا. نه تنها به سمعنا و اطعنا اکتفا نمیشه که باید به او عمل کنیم، از جان و دل باید بپذیریم. پس عباد الرحمن کسانی هستند که به مقابل فرمان خدا و رسول، یعنی به آیات پروردگار عالم، اینا دیگه کر و کور نیستن. چشم نام بازه، گوشی نام بازه، منتظرن که فرمان خدا را بشنون و منتظرن که فرمان الله سبحانه و تعالی و احکام الهی در قرآن ببینن که الله سبحانه و تعالی چی دستور داده. درست. و همچنین از جمله صفات عباد الرحمن اینه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن مصروف دعا هستند و هر آنچه و حاجت و مشکلات داشته باشن از الله می طلبن. نکته اینجاست والذین یقولون ربنا هب لنا، پروردگارا تو بدی ببخش برای ما من ازواجنا، یا الله این زوجی که تو دادی، یا الله این همسری که تو دادی، چی زن چی مرد. وقتی عباد الرحمن میگیم دیگه شامل زن و مرد است. عباد الرحمن این چی میگه؟ هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا تو به ما اولادی بدی که او نور چشم ما بشه، سبب خنوکی چشم ما بشه. یا الله پروردگار از تو میطلبیم. پس اینه که عباد الرحمن. اینجا میخوام جناب استاد این نکته اشاره کنم. عباد الرحمن به خاطر طلب اولاد، این بحث تداوی و بحث دوا و دکتر و بحث اینها، این بحث جدا هست.
ما همیشه میگیم که یک کمک فوق اسباب هست، یکی ما فوق اسباب، یکی ما تحت اسباب. بله. کمک گرفتن از اسباب هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. یک نفر مریض میره دوا میگیره، پیش طبیب مراجعه میکنه، حتی رقیه شرعی میخوانه، در این قسمت هیچ اشکالی نداره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن سوره الفاتحه لكل داء شفا. اما میمونه ما فوق اسباب. ما فوق اسباب چگونه؟ یک شخص اولاد مایه، خصوصا در مناطق ما این بعضی از بدعات و خرافاتی که انسان میبینه، این هم جز همون بدعات و خرافات بسیار غلیظ. یک زن میبینیم که یک دستمال میره با یک شاخه درخت محکم میبنده. من یک روز نمیفهمیدم، نمیدانستم. من گفتم این چی هست؟ از کسی پرسان کردم چی حکمت دیگه در ازی پرسان کنیم که این دستمال به این شاخه درخت چی معنا داره، چی مفهوم داره. خب باز کسی از دوستا گفت که اینهایی که اولاد نمیارن این دستمال رو به این شاخه درخت فلان قبر بسته میکنن، الله سبحانه و تعالی باز برای از اونا اولاد میده. خب گفتم اولاد و درخت و شاخه درخت و اینها با هم هیچ ربط و ارتباطی نداره، دستمال و اینا موضوعاتی. پس بناهن عباد الرحمن متاسفانه حالا اگه خواهر یا برادری که کار را انجام میده ما او از جهلی میدانیم. امیدوارم که اگر خواهری برادری اعمال را داشته باشه و صدای بندر میشنوه، خب طبعا دوست داره جز عباد الرحمن بشه، اینا رو ترک میکنه و امروز کم هم شده و هر روز الحمدلله از برکت داعیا و دعوتگران و علما این بدعات و خرافات دور میشه، چون او خواهر و برادر اولاد میخواه. حالا اولاد میخواه و شیطان به اون مسیر میکشانه، اما این وظیفه و مسئولیت علما هست که انسان ها رو متوجه بسازن. الله سبحانه و تعالی این صفت رو بیان میکنه که همیشه عباد الرحمن مصروف دعا هستن و حاجات خود را از الله میخوان. یا الله تو به ما اولاد بده، یا الله تو مشکلات را حل بکن، یا الله تو غم و اندور دور بساز. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، و بگردان ما را از جمله امامان پرهیزگاران متقین و در این راستا اولاد ما را متقی بگردان، خود ما را متقی بگردان در این راستا. نکته اخیری که از جمله صفات عباد الرحمن که در سوره فرقان اگر طولانی شد ببخشیم باز همچون بحث باید اشاره میکردم. الله سبحانه و تعالی از جمله صفات ایر بیان میکنه که عباد الرحمن انسانهای صابری هستند. یعنی که از صفاتشون صبر هست. مسئله صبر عباد الرحمن، چون ادامه بیان میکنه اولئک یجزون الغرفة بما صبر، همه صبر میخواه. این صفاتی که بیان کردیم، تواضع و فروتنی صبر میخواه، قیام و سجده صبر میخواه. انسان خوب سرمایه‌دار باشه اسراف نکنه، صبر میخواه. انسان سرمایه‌دار باشه بخل نکنه، صبر میخواه. در راه الله سبحانه و تعالی انسان صابری باشه که در مقابل اگر فقیری میآیه برای از او حرف تستری و تندری میگه، چون از فقری که دامنگیر از او شده، او در مقابل فقیر صبر میکنه و چیزی برای از او انفاق میکنه. و همچنین خود را باز میداره از شرک و از اینها، صبر میکنه. خود را باز میداره از قتل و از کشتار، خود را باز میداره از زنا و از گناه و معصیت. همه اینها اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. پس از جمله صفات عباد الرحمن صبر هست که صبر هم مقامیه که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جزاکم الله خیرا. واقعا اگر این گونه آیاتی که در مورد صفات مؤمنین خالص یا در صفات عباد الرحمن که اینجا در سوره مبارکه فرقان شما اشاره کردین اگر بخوانیم باید هر آیه یک قسمت برنامه داشته باشیم که در موردش بحث بکنیم. اگر مسئله تواضع هست، مسئله خاص گردانیدن عبادت برای الله و عدم شرک هست، قتل نفس هست، یا زنا هست، یا شهادت زور و یا مخاطبه جاهلین و غیره، هر کدام اینها واقعا وقت میخواد که روش صحبت شود. امیدوار هستم که از این آیاتی که شما اشاره کردین بینندگان عزیز ما استفاده کرده باشند و این صفات را اولا فهمیده باشند و سپس در زندگی خود تطبیق دهند تا ایشان نیز
ما و تمامی ایشان از بندگان خاص الله متعال بگردیم. جناب مولانا، وقتی که یک انسان خود را دارای چنین صفاتی میکنه، کسایی که اینجا شما اشاره کردین و گفتین انبیا علیهم السلام عباد الرحمن بودن، بندگان خاص الله بودن، صحابه کرام یاران هر پیامبر که با او ایمان آوردن و همراه او ایستاد شدن، از او دفاع کردن، بدون شک عباد الرحمن بودن. چه پاداش الله متعال در دنیا و آخرت برای اینها تعیین کرده است، معرفی کرده است؟ ببینیم وقتی که انسان جزء عباد الرحمن شد، وقتی که انسان محبوب الله سبحانه و تعالی شد، بنده خاص الله سبحانه و تعالی شد، میشه جزء اولیای خدا، دوستان خدا. الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا هیچ غم و اندوهی ندارن. اولیای خدا در آن روزی که همه پریشانن، همه در آن روزی که سرگردانن، همه، اما اولیای خدا هیچ غم و هیچ اندوهی ندارن و هیچ غم و اندوهی برای از اونها رخ نمیده و دست نمیده و با اطمینان کامل در زیر سایه عرش پروردگار عالم قرار دارن. وقتی که انسان محبوب الله سبحانه و تعالی شد، ما جناب استاد اگرچه شاید وقت برنامه ما و شما کم باشه، یکی از عرفا بسیار مثال جالبی بیان میکنه. میگه شخص رفت در یک زن رفت در یک زرگری و طلاهار دید و این چوری عجیب و غریب و این گلوبند عجیب و غریب و پول داشت از گرفتن یک چوری، یک علنگو و بالاخره یک اینها، اما چشم از او گیر کرده به همه چیز، به انواع مختلف زیورالات. دید که عاشق چوری بشم، خب عاشق گلوبند هم شدم، عاشق گلوبند بشم عاشق گوشواره هم شدم، عاشق گوشواره شدم. فکر کرد گفت که این پول کم و این عشق بسیار یا هوس بسیار و اینها، فکر کرد گفت از همه کرده بیا عاشق زرگر شو، عاشق زرگر باشو، همه از تو میشه. یکی از عرفا و بزرگا این مثال بیان میکنه، میگه انسان در دنیا خواهشات زیاده داره، قدرت مایه، ثروت مایه، طبیعت انسان فطرتاً، مقام مایه، منزلت مایه، آرامش مایه و بالاخره صحتی مایه، سلامتی مایه، دنیا مایه، آخرت مایه، امر خوبی ها مایه، طبیعت انسان همه خوبی ها مایه. خب این همه خوبی ها چگونه به دست بیاره؟ بهتر همینه که الله را از خود راضی کنه. وقتی که جزء عباد الرحمن شد، محبوبان الله شد، همه از اونه، همه از اون میشه. الله که از انسان بود، در دنیا راحت، در قبر راحت، در حشر راحت، در جنت الفردوس راحت. به اینه که الله به ما تعلیم داده ای بندگان من بگین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. پس بنابراین یکی از عرفا باز هم بسیار سخن نیکویی داره، میگه که نمیتونیم همه خلق خدا را از خود راضی کنیم، چون هر انسان طبیعتی داره، هر انسان فکری داره، هر انسانی در این راستا. ولی اگر میخوایم که انسانهای خوب با شما همیشه دوست باشه و انسانهای بد که برای شما مکر و حیله داره، شما از مکر و حیله از اونا محفوظ بشیم، فقط یکی را از خود راضی کنیم که الله هست. از الله، وقتی که الله سبحانه تعالی از ما راضی شد، دوستان انسان را دوست دارن و دشمنان هم هیچ ضرری برای انسان رسانده نمیتونن و الا که در عالم ظاهر اگر ضرری برسانن او به نفع او انسان حساب میشه. پس بناهن عباد الرحمن پاداش زیاد هست. در همین سوره‌ای که تلاوت شد اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، جزای از اینها چیه؟ یک غرفه هست. غرفه یعنی چی؟ یعنی اتاق خاص هست، یک سالونه. حالا شاید همه در جنت میرن، اما عباد الرحمن غرفه خاص دارن، جای خاص دارن و مکان خاص دارن. و همچنین از جمله جایگاه و پاداش اینها شما ببینیم در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره زخرف
در آیه 19 الله سبحانه و تعالی وقتی از ملائکه بیان میکنه و جعل الملائکه الذین هم، اونهایی که گردانیدن ملائکه وقتی اناثا گفتن، صفت مؤنث بودن رو به ملائکه دادن، الله سبحانه و تعالی بیان میکنه و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن، ملائکه عباد الرحمن هستن. الله سبحانه و تعالی ملائکه‌ای که اونها هیچ وقت از الله نافرمانی نمیکنن، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. پس انسانی که عباد الرحمن شد و ملائکه هم که عباد الرحمن گفته شده، یعنی چی؟ مثل که ملائکه پاکن، اینها هموته به نزد الله سبحانه و تعالی پاکن. مثل که ملائکه را الله سبحانه و تعالی دوست داره، الله سبحانه و تعالی عباد الرحمن را دوست داره. بلکه که آیات دیگری داریم که صفات عباد الرحمن که بندگان باشه، خیلی از ملائکه وقتی که الله از اونها راضی شد، مقام منزلت اینا بالاتر از ملک میشه. و همچنین در این آیه مبارکه که در سوره فرقان اشاره شد، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلام، از عباد الرحمن استقبال میشه با چی؟ با تحیه، با سلام، با سلامتی. پس عباد الرحمن هم در دنیا سالمن، هم در آخرت سالمن. عباد الرحمن فکر ناسالمه، عباد الرحمن جسم ناسالمه، عباد الرحمن روح و روان ناسالمه. عباد الرحمن در اون لحظه‌ای که الله سبحانه و تعالی برای از اونها میگه وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سلام بر شما، طبتم فادخلوا خالدین، سلام بر شما، خوش آمدید، داخل شوید. اونها چی میگن؟ وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء. حمد الله رو میگن و الله سبحانه و تعالی میگن که وعده خود را حق گردانید و برای ما ثابت کرد او چیزی که وعده فرمود کرد. پس بناهن از جمله یعنی جایگاه عباد الرحمن و پاداش. اما نکته دیگه میخوام این اشاره کنم، خب شاید در بین همین عباد الرحمن دچار گناه شد. آیا از عباد الرحمن بودن خطا میخوره؟ آیا بالاخره اگر شخص جز عباد الرحمن بود رفت گناه کرد، معصیت کرد، حالا شیطان او را لغزاند، در همین آیات الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که این عباد الرحمن اگر دچار گناه شدن، معصیت شدن و اینها توبه میکنن، الله سبحانه و تعالی که توبه از اینا رو میپذیره، یک پاداش دارن. گناه کردن، الله سبحانه و تعالی پاداش از اینا چی میده؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله اکبر. این صفت عباد الرحمن که الله سبحانه و تعالی بر علاوه که گناه اینا رو میبخشه، گناهان سیئات هم تبدیل میکنه به چی؟ به حسنات تبدیل میکنه. که از الله سبحانه و تعالی میخوایم پروردگار عالم ما را جز عباد الرحمن داشته باشه. و میدانیم خطا کردیم، اشتباه کردیم، لغزش کردیم، گناه صغیره و کبیره، دانسته و ندانسته از ما سر زده، ولی در این لحظات مبارک که لحظات افطار هست، همانطوری که فرموده و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، دست جمعی به درگاه الله توبه کنید تا رستگار شوید. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی برای من گوینده و برای همه عزیزان شنونده توبه نصوح عنایت بفرمایه و الله سبحانه و تعالی ما را جز عباد الرحمن قرار بده و این سیئات ما را که انجام دادیم به برکت توبه تائبین واقعی الله سبحانه و تعالی به حسنات مبدل بگردانه. آمین. ببخشید، پس از خلال این آیات که اشاره کردین، آیات توبه هم در خلال همین آیات صفات عباد الرحمن ذکر می شود. این به این معناست که توبه هم یکی از صفات عباد الرحمن بوده؟ حقیقتا وقتی که می بینیم در وسط آیات عباد الرحمن بحث توبه می آید. توبه جزء بعد از ذکر گناهی بعد از آن هم گناهانی که مسئله شرک
گناه مسئله قتل، گناه مثل زنا بله. در این راستا بازم بحث توبه می آید. توبه جز صفات عباد الرحمن، توبه جز صفات مجاهدین واقعی، توبه جز صفات متقین. قضیه توبه چنان قضیه مهمی هست که الله سبحانه و تعالی یعنی بزرگترین نعمتی که به امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عطا فرموده مسئله توبه هست. یعنی بزرگترین نعمت از جمله بزرگترین نعمت ها نعمت توبه هست و توبه انسان را خوشبخت دنیا و آخرت میکنه و بنده نباید که از الله سبحانه و تعالی ناامید بشه. انه لا ییأس من روح الله، از رحمت الله هیچ کس ناامید نمیشه الا که مگر ناامید میشه در قرآن اشاره میکنه کفار هستن. ما چند شب قبل جناب استاد بزرگوار در نماز در حرم مبارک سوره یوسف علیه السلام یکی از امامای حرم تلاوت میکردن. در این آیه مبارکه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. بعد از این آیه بالاخره داستان حضرت یوسف و داستان طولانی و اینها که کاملا درس توحید و درس یکتاپرستی و درس زهد و تقوا داره سوره یوسف علیه السلام. به این جمله که رسیدن که برادران یوسف وقتی با یوسف علیه السلام ملاقات میکنن و یوسف علیه السلام در آخرین لحظه وقتی که اونها میشناسن که برادر ما هست، یوسف علیه السلام میگه لا تثریب علیکم الیوم. الله اکبر. جناب استاد بزرگوار، ما یقین داریم که رحمت الله سبحانه و تعالی نمیشه که ما اصلا قیاس بکنیم نسبت به رحمت یوسف علیه السلام. نمیشه بگیم هزارها برابر، نمیشه بگیم میلیونها برابر، نمیشه بگیم میلیاردها برابر. یوسف علیه السلام مخلوق، یکی از بندگان الله سبحانه و تعالی. رحمت الله سبحانه و تعالی. یوسف علیه السلام به برادرانی که با او ظلم کردن، با برادرانی که او را اذیت کردن، با او برادرانی که او را فروختن، با او برادرانی که او را به چاه انداختن، با او برادرانی که با او نیرنگ و با او برادرانی که بالاخره نمیخواستن که او را ببینن، همه این مسائل را یوسف علیه السلام باعث رنج و تکلیف پدرشان شدن، باعث رنج پدر. یعنی یوسف علیه السلام با او رحمی که نسبت به رحم الله، رحم او اقل میگه لا تثریب علیکم الیوم. امروز روز ملامتی نیست، مشکلی نیست، شما ملامت نیم و بالاخره شما رنج نبریم. لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لكم. خدا شما را میامرزه، خدا شما را میبخشه. پس روز قیامت، آن روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امی، روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که بسیار روز سخت هست. امیدوارم که در آن روز الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما، برای تمام صائمین ماه مبارک رمضان به او روز بگه که لا تثریب علیکم الیوم. ای بندگان من، امروز روز غم نیست، روز اندوه نیست، شما جز عباد من هستید، جز بندگان من هستید، جز محبوبان من هستید. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که یوسف گونه زندگی کنیم و رحم و شفقت و ترحم داشته باشیم و الله به ما توفیق بده که صفات عباد الرحمن را نگاه کنیم و فکر کنیم که آیا ما به این صفات تا به حال بودیم؟ اگر بودیم بگیم الحمدلله، اگر نبودیم از خداوند آمرزش بخواهیم و خود را به راه عباد الرحمن آماده بسازیم. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه خیش بگردانه و عزیزانی که در این لحظات دعا هست مریضی دارن، خداوند مریضشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایه و مشکلات همه عزیزان را حل بفرمایه. آمین. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده. امیدوار هستم که از صحبت‌های شیرین و جالب جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در راستای صفات عباد الرحمن، صفات بندگان خاص الله متعال استفاده کرده باشید. همه ما شما را الله متعال از جمله و از زمره عباد الرحمن که در آخرین آیات سوره مبارکه فرقان به ما معرفی کرده است بگرداند. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله خيرا. بارك الله.